آقای رفیعی بیمارمون هستن که حدود 11 ماه پیش تعویض مفصل هر دو زانو انجام دادن. آقای رفیعی از ورزشکارانی هستن که به علت آسیبی که در حین ورزش دیده بودن در سالهای خیلی قبل، در واقع 38 سال پیش دچار آسیب میشن و زانوشون به خاطر آسیبی که میبینن و به علت پرانتزی شدیدی که زانوشون داشته عملا استفاده ای از زانو نمیشه و به همین خاطر عضلات پاشون خیلی لاغر شده بود، تحلیل رفته بود و خیلی لاغر شده بود و پرانتزی خیلی شدیدی هم داشت. الان الحمدلله هر دو زانوشون به صورت همزمان انجام شده عملشون. الان وضعیت بعد از عملتون چطور هست؟ عالی، قشنگ راه میرم دیگه درد قبل ندارید که؟ نه خیلی. یه لحظه میتونید بیستید که پاتون هم ببینیم که وضعیت صاف شدن پاتون از صافی که خیلی عالی شد. مستقیم. خب خدا رو شکر. یک کمی نه خیلی عالی. اصلا میگم هر کی میاد از من میپرسه کجا عمل کرد؟ چی شده؟ چون واقعا خیلی وضعیتم خراب بود. راه بیاید که